بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلات و سلام علی رسوله محمد صلی الله علیه و سلم. من با استفاده از این فرصت میخواستم چند مراجعه به علمای کشور، به افرادی که در تاجیکستان با آنها هم علما، هم روشنفکران دینی، هم پیشوایان مذهبی و هم خادمان دین گفته می شود. و زیرا این شب و روز جامعه ما دچار بعضی از مشکلات گشته است، به خصوص خواهران و مادران ما، بعد از آن که پارلمان کشور تغییرات و علاوه های را به قانون های عمل کننده وارد کرد که طبق این تغییرات و علاوه ها چند محدودیت های دیگر بالای مردم دیندار، به خصوص بالای خواهران و مادران وارد شد و نه تنها نسبت بانوان و مادران بلکه نسبت همه شهروندان، چون که بالاخره بانوان ما اینا جزء جامعه تاجیکستان هستند و حتی شاید که قسمت بیشتری اهالی تاجیکستان را محض زنها تشکیل کنند. در این تغییرات و علاوه ها این چنین دیگر مسائل هم دستکاری شدن، از آن جمله حتی حاجیان ما، کسانی که به زیارت خانه خدا می روند، بعد از بازگشت دیگر نمی توانند در اون مراسم شادی که انسان در چنین روزها می خواهد این شادی خود را با یار و دوستان، با همسایگان، با همکاران تقسیم کند، اینها را به یک مهمانی دعوت کنند، یا حتی نمی توانند این افراد به عیادت و به تبریک یک نفری که خانه خدا را زیارت کرده است، مراسم حج یا عمره را ادا کرده است، به زیارت بیایند. و در مجموع حکومت جمهوری تاجیکستان اون سیاست دین ستیزی خود را ادامه داده ایستاده است و حالا من فکر میکنم که به اوج اعلای خود رساند. اما چرا من در این شب و روز لازم دانستم که به علمای کشور و خادمان دین به اصطلاح خود مقامات دولتی تاجیکستان مراجعت کنم؟ اصلا خیلی وقتا بود که میخواستم چون یک مراجعت با اهل علم تاجیکستان داشته باشم، اما یا فرصت نمیشد یا بهانه خوبه به دست نمی آمد. امروز که این حالت پیش آمد، شاید که بهتر از این موضوع، بهتر از این بهانه برای صحبت با شما برادران، استادانی عزیز نباشد. ببینید، شما را ما جامعه تاجیکستان همچون پیشوایان مذهبی میشناسد. من وقتی که شما میگم منظورم علمای دین هست، منظورم امام خطیبان هست، منظورم کسانی هست که در نهادهای دینی مثل مسجد، مدرسه کار و فعالیت میکنن و کسان این الان مخاطب من هستند و با آنها مراجعت میکنم که اگر یک کمی آشکارتر بگیم، نان دین رو میخورید. یعنی شما هم کسب و کارتون از روی نانی که میخورید، اون لقمه حلاله که انشاءالله امیدوارم که حلال باشد و اون رو با زحمت و تلاش حلال کرده میخورید، از روی دین هست. اگر شما اون جامه و اون لباس و اون ساله و ریش اسلامی را در بر نداشتید، مطمئن باشید که مثل یکایک ما کسانی که با این لباس مزین نیستیم، از ما دیگر هیچ فرقی نخواهید داشت. و ملت تاجیک، ملت دین محور، ارزش محور تاجیک هم شما را به خاطر کدام یک علم و توانمندی و یگان کسب و کار دیگرتان چنین احترام نمیکند، بلکه احترامی که امروز میکند و در گذشته هم کرده است و امیدوارم که در آینده هم این احترام مردم را از دست نخواهد داد، به خاطر اسلام است، به خاطر آن است که فکر میکنند که شما در خدمت دین هستید و همین است که قانونگذاری هم و مقامات دولتی هم شما را خادم دین میگوید. اما باید برادران، استادان عزیز، این سوال را در نزد خودمان صمیمانه بگذاریم که آیا واقعا شما که امروز مسئولیت دینی را بر دوش دارید خادم دین هستید یا دین در خدمت شماست؟ من فکر میکنم تا امروز دین در خدمت شما بود، زیرا شما از روی منصوبیتتان به این یا مسجد، کار و فعالیتتان در این مدرسه یا در دانشگاه اسلامی هم نزد مردم احترام دارید و هم از روی آن نان میخورید. اما نام شما را گذاشتن خادم دین. شما را هیچگاه نمیگن که دین به شما خدمت میکند، بلکه شما به دین باید خدمت کنید. مسئولیت شما، رسالت شما هم همین است. و اگر به زبان عربی هم میگن رجال الدین، به معنای آن است که مردان دین. چنانکه که ما را سیاستمدار میگن، چون من واقعا سیاستمدارم، رهبر یک حزب سیاسی هستم یا رهبر یک
پیمان ملی تاجیکستان ائتلاف احزاب و گروه های سیاسی هستند، بنابراین ما رو میگن سیاستمدار. اما شما را رجال الدین یا خادم دین میگن یا علما یا پیشوایان مذهبی میگن، به خاطر اونه که شما واقعا هم پیشوای مذهب باشید و اون چیزی که مذهب یعنی دین تقاضا میکند آن را باید تطبیق کنید، آن را طلب کنید، آن را باید که از دیگران بخواهید و این چنین در خدمت دین باشید. اما اون چیزی که ما امروز میبینیم، حالا این بد است یا خوب است، این موضوع قضاوت ما نیست، این است که دین به شما خدمت کرده است. شما مورد احترام مردم قرار میگیرید به خاطر دین. شما را حتی نان میدهند، شما صاحب پول و جایگاه و ماشین و خانه و درهای در این شب و روزها میبینیم که از تاجران هم از بیزنسمن هم بعضا بایگری و خانه و زن و حالا دارایی شما بیشتر هست. پس این همه را شما فکر نکنید که از روی دانش یا از روی کدام کسب و کارتان، شما نه آهنگر هستید، نه دوریدگر هستید، نه استاد یگان پروفسور شیمی و بیولوژی هستید، شما فقط درباره دین با مردم صحبت میکنید و مردم هم فکر میکنن که شما در خدمت دین هستید. اما استادان عزیز، برادران گرامی قدر، امروز در عصر تکنولوژی، در عصر جهانی شوی علم توسط این هوش مصنوعی و اینترنت، دیگر مثل سالهای قبلی نه من نه شما نه کسی دیگر به اون حدی که در گذشته ضرورت بود که یک نفر علم را، دانش را، از آن جمله علم دینی را از سینه به سینه، از قلب به قلب، از سر به سر دیگر، توسط درس دادن، توسط حفظ کردن، توسط آموزاندن و در سالهای شوروی به طور پنهانی در عوض یا در قیمت جان و زندانی شدن، مردم واقعا به دین خدمت میکردن. امروز توسط اینترنت هر یک انسان مؤمن دلخواه مسئله فقهی را از اینترنت، از گوگل، از هوش مصنوعی یا حتی از یک شخصیت دینی بیرون از تاجیکستان هم به دلخواه زبانش، به زبان عربی، فارسی، روسی، انگلیسی، آلمانی پیدا کرده میتواند. دیگر ما و شما نباید اون بالای مردم منت بار کنیم که اگر ما نباشیم کی به دین خدمت میکند، اگر ما نباشیم کی مراسم مردم را انجام میدهد، اگر ما نباشیم کی به مردم علم دینی را میآموزاند. اگر علمای پیشتر از ما 20 سال پیش، 30 سال پیش، 100 سال پیش این منت رو بالای مردم میگذاشتن و مردم به این خاطر آنها رو احترام میکرد، حق داشتن. زیرا در اون زمان نه تلویزیون بود، نه اینترنت بود، نه ویدیو بود، نه یوتیوب بود. اما ما و شما برادران عزیز، استادان گرامی، دیگر حق نداریم بالای ملت، بالای مردم، بالای افراد دین دوست و دین محور این منت رو بار کنیم. چون از اینترنت دلخواه مسئله فقهی، مسئله علمی، مسئله عقیدتی رو آنها پیدا خواهند کرد و مطمئن باشید به مراتب از ما و شما بهتر. و امروز مثل پیشینه نیست که هر کس در یک دهه ملای دهه خود را داشته باشد، ملای قوم و قبیله خود را داشته باشد. امروز حتی در تاجیکستان امروزه ما، تا جای من میدانم، دیگر مردم وقتی که یک مسئله فقهی را میخوان، فتوای را داشته باشند، اینا مراجعت میکنند به علمای فارس زبانی بیرون از تاجیکستان و من فکر میکنم درست هم میکنند. چرا درست میکنند؟ برای آنکه متاسفانه امروز در تاجیکستان حداقل از قسم زیاد از علمای تاجیکستان، از خادمان دین، دیگر فتوای درست و سالم دینی بیرون نمیآید. اکثر این فتواها سیاست زده شدن، اکثر این فتواها نه طبق خواسته قرآن، نه طبق گفته قرآن و حدیث است یا صاحبان مذهب است، بلکه بیشتر طبق خواسته و سیاست‌های پیش گرفته حاکمان زمان می باشد. بنابر همین من اگرچه در گذشته خیلی مخالف آن بودم که شهروندان تاجیکستان فتواها و علم دینی را از خارج بگیرند، خیلی تلاش میکردم. حتی در وقتش با وزیر امنیت تاجیکستان هم بحث‌های زیاد داشتیم که باید یک شهروند تاجیکستان در داخل کشور فتوا را از علمای داخلی بگیرد و حکومت وظیفه‌دار است که تمام شرایط را یکم برای رشد و تربیت چنین علما مهیا کند، دوم به علما این آزادی را بدهد که اونها بتوانند در اساس قرآن، در اساس سنت
و در اساس منافع ملی و دولتی ما فتواهای درست و سالم را صادر کنند. اما وقتی که حکومت نه تنها ضد دین مبارزه میبرد، نه تنها مسجد و مدرسه را منع میکند، حجاب و ریش را منع میکند، حتی به علما هم اجازه نمیدهد که فتواهای درست و لازمی را صادر کنند و که این 100% بر ضرر منفعت‌ها و امنیت دولتی و ملی هست. خب استادان گرامی، حالا پیشتر هم گفتم بهانه‌ای که برای این صحبت ما و شما را به میان آورد این هم باشد قانون‌های اخیراً قبول کرده حکومت جمهوری تاجیکستان است. شما بزرگان، شما کسانی که باز تکرار میکنم نان دین را میخورید و به خاطر همون قال الله و قال رسول شما مورد احترام مردم دیندار هستید، امروز در این مصیبت بزرگ هم دینی، هم ملی و هم انسانی شما در کجای کار قرار دارید؟ صدای شما کجاست؟ موقع شما کجاست؟ بیانیه های شما کجاست؟ فتواهای شما کجاست؟ خطبه های نماز جمعه شما در این موضوع کجاست؟ جهان اسلام امروز میجوشد و تاجیکستان و منع حجاب در تاجیکستان، منع ریش در تاجیکستان، منع زیارت حاجی در تاجیکستان تبدیل به موضوع روزی جامعه های، حتی در شب و روزی که فلسطین در خون غرق می شود، موضوع صحبت خطبه های نماز جمعه اکثریت مساجد آزاد در جهان اسلام وضعیت مسلمانان تاجیکستان و ممنوعیت حجاب بود. جهان اسلام در این باره امروز صحبت میکند، گپ میزند، داد میزند، سایت ها می نویسند. رابطه علمای اسلامی بیانیه صادر کرد، اتحاد علمای اسلامی بیانیه صادر کرده ایستاده است، شبکه ها، تلویزیون ها در این باره صحبت میکنند، اما اون گروهی که خاموش است، صدایش را بلند نمیکند، کسانی هستند که در تاجیکستان با نام علمای اسلامی یا خادم دین معروف هستند. پس شما خادم کدام دین هستید؟ به من نام اون دین را بفرمایید، بگید که اون کدام دین است که شما در خدمت آن هستید؟ دین اسلام؟ خب پس این مشکلی اسلام است، این مشکلی مسلمان ها است. پس چرا شما خاموش هستید؟ شاید جواب شما این باشد که میترسید از جانتان، از مالتان، از منصبتان، و حق هم دارید. در تاجیکستان حکومتی هست که نه به ملا رحم میکند، نه به سیاستمدار، نه به ژورنالیست، نه به ادوکات، حتی به طرفداران خودش هم رحم نمیکند. از این جهت من شما را کاملا درک میکنم و میفهمم. اما یک راه به شما نشان میدیم. حالا شما که جسارت و جرأت و شجاعت در برابر یک حاکم ظالم و حتی برای انجام مسئولیت ایمانی و عقیدتی و کسبی خودتان، من برای آن کسبی میگم که شما دین را همچون کاسبی استفاده میبرید، از روی آن نان میخورید، زندگیتون رو تأمین میکنید. پس برای شما این دین کسب هست. خدمت کردن به دین باید کسب باشد. اما حداقل مثل همون طبیبان و معلمان و راننده ها که اونها هم یک شأن و شرف کسبی دارند و کسب خود را، منفعت های اون ساحه خود را حمایت میکنند، حداقل در این حد هم باشد شما باید وارد موضوع شوید. اما اگر جسارت رو ندارید، من که شما که دیگر در تملق و چاپلوسی و مداحی حکومتداران که دیگر ماشاءالله هم استاد هستید، هم تجربه را دارید و هم اکثریتتان، نمیگم همتان، بلکه اکثریتتان متاسفانه این تملق و چاپلوسی مذهبی را هم، دینی را هم در قطار چاپلوسی و مداحی سیاسی دنیوی که اکثر شاعران و نویسندگان و آوازخوانها و حتی سیاستمداران ما، چه رسد به استادان دانشگاه و اهل علم، شما هم راه اندازی کردید و ماشاءالله موفق هم هستید و حداقل از این هنر خودتان استفاده برید و اونم در خدمت دین. شما که برای منفعت‌های شخصی خودتان، برای منصب، برای منبر مسجد را از دست ندادن، مداحی و چاپلوسی و خوشامدگویی را در حق کسی که 100% علیه دین شما مبارزه برده ایستاده است شما انجام داده تا امروز و داده ایستاده، و اینم به خاطر زندگی شخصیتان، اینم به خاطر مال و داراییتان. خب اگر یک مراتبه هم همین چاپلوسی و همین مداحی خود را
و اون رو هم از منبر رسول الله و اون رو هم در مسجد به خاطر خدا، به خاطر حمایت از مادران و خواهران اگر انجام میدادید، من فکر میکنم که یگان جای شما کم نمیشد. شما بالاخره رحمان رو تنقید نکنید، شما بالاخره علیه اون یگان حرفی درشت نگید، بلکه با همون شیوهی که خودتون بلد هستید، با همون چاپلوسی، با همون زبان نرم، با همون التماس و التجا از او خواهش کنید و از همه مهمش او را متقاعد کنید، بفهمونید که اگر همین قانون را امضا نکند، برگرداند به پارلمان، به فایده خودش هم هست، یعنی خودش هم از این نفع میبرد. حالا اگر شاید فکر کنید که چگونه نفع، من با شما باز این رو هم شرح میدیم. نفعش در این است که امام علی رحمان هر گاهی در هر مسئله احساس کند که به منفعتش است، فرق ندارد، او میتواند حتی سیمپوزیوم بین المللی امام اعظم برگزار کند که کرد. چرا کرد؟ شما فکر میکنید که به خاطر احترام امام اعظم و به خاطر عملی کردن فتواها و گفته‌ها و نقطه نظرهای امام اعظم کرد؟ نه، به خاطر آن کرد که پیام را به جامعه مسلمانی تاجیکستان، به اهل دین روان کند که ببینید من امام اعظم را که هم تاجیک است، هم صاحب مذهب است، هم یک نفری است که تاجیکستان از روی فتواهای او، از روی مذهبی او زندگی میکند، من احترام میکنم. به خاطر او یک سیمپوزیوم بین المللی برگزار کردم، علمای عالم اسلامی را دعوت کردم و این به فایدهش بود. برای چی میگم به فایدهش بود؟ نه از خاطر محبت به امام اعظم، برای آنکه 100% امروز علیه فرموده های امام اعظم رفتار کرده ایستاده است. پس هیچ کس گفته نمیتواند که او به خاطر محبتش به امام اعظم، به خاطر گرامی داشت امام اعظم این کارو کرد. نه، به خاطر آنکه منفعتش در همین بود که همون شب و روز فکر انتخاب کنندگان را از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به سمت حزب خودش بکشاند که البته فایدهش نکرد. اما او میدانست که و هنوز هم میداند که امام اعظم و شما هم علمای محترم کشور میدانید که در مسئله حجاب هیچ یک امام دیگر برابر امام اعظم رحمت الله علیه سخت نگرفته است. نه امام شافعی، نه امام مالک، نه امام حنبل، نه دیگر اندیشمندان و فقیهان عالم اسلامی. حتی ابن تیمیه که در بین علما یکی از متشددین معروف است، حالا تا کجا این واقعیت دارد یا ندارد این هم نسبی هست، اما خیلی سختگیر هست در بعضی مسائل. حتی در این مسئله هم برابر امام اعظم در مسئله حجاب سختگیری نمیکند. امام اعظم مسئله حجاب را از دیگر امامان صاحب مذهب خیلی سختگیرانه مناسبت میکند. پس چگونه میشود که جناب امام علی رحمان پیشوای معظم شما هم سیمپوزیوم بین المللی امام اعظم برگزار میکند، هم تمام مسلمانان دیگر را بخصوص مسلمانان اصلاح طلب را، اصلاحات خواه را متهم گاه به سلفی و گاه به وهابی و گاه به اخوانی و گاه به شیعه و گاه به نهضتی و به اینها میکند و مردم را دعوت میکند که پیروی از امام اعظم کنند. اما در مهمترین مسئله خودش 100% بر علیه گفته ها و فرموده های امام اعظم رفتار میکند و قانون قبول میکند. پس شما موقع شما در این مسئله چی است؟ شما باید به امام علی رحمان بفهمانید، به او شرح بدید که اگر او این قانون را امضا نکند، برگرداند و پارلمان را متهم کند که این عیب پارلمان بود، خب هم آبرویش در بین مسلمانان بالا می رود، هم زبان شما محترم علما و امام خطیبان دراز می شود که ما را متهم کنید، زبان اپوزیسیون را کوتاه کنید، بگید که ببینید محیدین کبیری یا که پیمان ملی تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای همین قانون حکومت و شخصا امام علی رحمان را تنقید کرد، اما امام علی رحمان که هم مذهب دوست است، هم امام اعظم را احترام میکند، هم حقوق مادران و خواهران ما را رعایت میکند، این قانون را برگرداند. مردم مسلمان، عادتا مردم تاجیک ما خیلی هم خوشبین هستند، خیلی هم متاسفانه بعضا ساده هستند، ساده لوح هستند، ساده نگر هستند. حتما در این دام همراه امام علی رحمان آماده کرده شما در اون خواهند افتید. ما که میدونیم که این دام هست، از روی محبت نمی کند بلکه از روی منفیتش خواهد کرد. اما
حداقل نهایت کار به فایده اسلام و مسلمانان و به فایده از همه مهمش خواهران و مادران ما انجام می شود. پس شما با این شکل در نمازهای جمعتان دست جمعانه همتان یک مراتبه همون بیانی های سیاسی کمیته دین نوشته را که اون خطبه نماز جمعه نیست، اون 100% یک بیانیه های سیاسی هست، یک دفعه اون را یا کنار بگذارید یا در آخرش یک دو جمله علاوه کنید. دست جمعانه همه امام خطیبان مسجدهای تاجیکستان در برابر اون همه امام خطیبای مساجد عالم اسلامی، شما هم با زاره و تولا، با التجا، با اون القاب و عنوانهای بالاخانه‌دار، حتی در همین مسئله من راضی هستم که شما او را هم اولی الامر که گفتید، امیرالمؤمنین که گفتید، حتی بیاید مثلا اون اگر پیشوای معظمی بعضی از تاجیکستانیان هست، شما بالاتر از امام اعظم او را پیشوای معظمی اسلامی هم عنوان بدهید و مهم که این کار بود شود. اما من متاسفانه باور ندارم که شما این کار را کرده میتونید. این جرأت و جسارت را دارید و فقط میماند که ما با همین شکل هم به شما فشار بیاریم، هم شما را تنقید کنیم، هم برادروار نصیحتتان کنیم که حداقل در این مسئله که حیاتاً مهم است و آبروی شما هم از بالای همین است، در اینجا خاموش ننشینید و این کار انجام دهید. چرا من این حرفا را میگم؟ استادان گرامی، برادران عزیز، اکثریت شما رو من میشناسم، شما ما رو میشناسید، با هم نشستیم، با هم یک جای بودیم. بله بعد از این یک قسم زیاد شما، نه همه‌تان، باید از مرز انصاف بیرون نرفت. بعضیا هنوزم این جسارت و شجاعت و جوانمردی را دارند که یا به خاطر نان و نمک یا به خاطر احترام اون ارزش‌های اسلامی هنوزم دست به تنقید و تهمت ما نزدن. اما اکثریت شما متاسفانه این کار را یا زیر ظلم و زیر فشار یا بعضیاتون حتی خودتون میخواهید این کار را از قلب و صمیمانه انجام بدهید. ما را هم تنقید کردید، نهضت اسلامی را، پیمان ملی تاجیکستان را و دیگر گروه ها تنقید میکنید، اما ما یکدیگر را میشناسیم. من چرا این را میگم؟ شما که 100% خودتون یعنی امام خطیبان تبدیل به یک افراد سیاسی شده اید، حداقل همین را همچون یک فشار سیاسی، همچون یک اقدام سیاسی و همزمان اقدام اعتقادی مذهبی انجام بدید، از منفعت‌های خودتون حمایت کنید، برای آنکه فردا این ملت از گریبان شما خواهد گرفت. مطمئن باشید دیگر نه اون جامه و ساله و ریش و نه اون لباس و منبر شما را از این مردم، از این ملت نجات نخواهد داد. چرا؟ برای آنکه شما در کمند تبلیغاتی سیاسی ضد دینی قرار میگیرید. خب امام علی رحمان که دیگر قضیهش معلوم است، اون هم ضد حقوق بشر است، هم ضد آزادی سیاسی، آزادی دینی، آزادی مطبوعات، اصلا حاکمیت را اوزورپاسیا کرده است، غصب کرده است. ولی شما تبدیل شدید به یک وسیله سیاسی تبلیغاتی یا به اصطلاح پروپاگاندا. خب حداقل برای آینده خودتان، حالا من آینده گفته منظورم از روز قیامت و آخرت نیست، متاسفانه برخی از شما، نمیگم اکثریت، برخی از شما حتی درباره آخرتتان هم فکر نمیکنید. اگر فکر میکردید این کارها را که تا امروز کردید نمیکردید. اما درباره همین آینده نزدیکتان که بعد از سقوط امام علی رحمان حداقل فکر کنید که، یا شما فکر میکنید که این مردم برمیگردن چون مردم تاجیک مردم متدین هست، دین دوستدار هست، شما باز همون ریش و ساله و باز همون بسم الله و الحمدلله و قال الله و قال رسول گفتید با همین تمام. نه، مطمئن باشید که همین مردم مهاجر جبر دیده که یک قسم زیادش در روسیه، قسم دیگر در اروپا، یک قسم دیگرش از روی مجبوری و ضرورت و این هم با همون سبب سیاست‌های اشتباهی حکومت و پروپاگاندا و تبلیغات غلط شما رفتن به عراق و سوریه و افغانستان و جاهای دیگر که این هم از روی مجبوریت رفتن. اینا خودشون همون قال الله و قال رسول و آیات و احادیث را مطمئن باشد که از من و شما اگر زیاد ندانن کمتر نمیدانن. بعضیش هم با ریششون از ریش شما، که من ریش ندارم ولی از ریش شما هم زیباتر و کلانتر است. ساله و جامه را هم از شما بهتر بلد هستن که بپوشن. پس اون دیگر اون ژست و نمود ظاهری دینیتون در آینده شما را
نجات نخواهد داد. اون عنوان شیخ الاسلام و نمیدونم امام خطیب و حضرت داملا و ایشان و ملا دیگر نجات نخواهد داد، چون دنیا دیگر شد، فهمیش انسانیت دیگر شد، از آن جمله فهمیش دینی هم. آنچه که شما را نجات میدهد هم در این دنیا و هم در آخرت، این با خدای خود راست بودن، با ایمان و وجدان خود راست بودن و با ملت و مردم خود راست بودن است. با همون نفرانی که شما وقتی میاد در صف اول میستید به امامتی نماز یا بالای منبر رسول الله بلند میشوید، بسم الله و الحمدلله میگید و خطبه را آغاز میکنید و با چشم مردم در پایان نشسته نگاه میکنید، حداقل فکر کنید که همون جوانی که یا همون پیرمردی که در رو برای شما ایستاده است، ماشاءالله که دیگر خانم‌ها رو از مسجدها کو بیرون کرده، ولی حداقل از همون مردا، از همون جوانانی که در مقابل شما است شرم کنید، بگید که حاضر که من ایستادم در مقام میراثبر پیامبر اکرم در منبر رسول الله و از آیات و از احادیث صحبت میکنم، حالا همین جوان با چشم من نگاه کرده ایستاده است، در سیمای مرا کی را میبیند؟ خادم دین یا کسی که الکی تبدیل شده است به یک وسیله سیاسی مقامات و دارد این خطبه نه، این ورقه تبلیغاتی سیاسی را میخواند، همون طوری که در زمان شوروی اون جمعیت دانش بود، عدل پروپاگاندای KPSS می نوشت. حالا همین کمیته دین تبدیل شده است به عدل پروپاگاندای KPSS و شما هم تبدیل شدید به همون لکتورهای جمعیت دانش که متاسفانه با سوء استفاده از منبر رسول الله این تبلیغات سیاسی را انجام میدهید. ببینید علمای محترم، برادران و استادان عزیز، فرق ما و شما در چی است؟ من یک سیاستمدارم، رهبر یک حزب سیاسی ام، رهبر حزب سیاسی اسلامی، اما ما را همچون سیاستمدار میشناسند که سیاست‌هایش را تلاش میکنه در چارچوب ارزش‌های دینی و ملی انجام بدهد. فرق ما و شما در چی است؟ در اون نیست که شما مشغول به سیاست نیستید. اتفاقاً و متاسفانه شما بیشتر از ما به سیاست مشغول هستید. فقط ما یک کمی جوانمردانه تر رفتار میکنیم، میگیم که ما عضو یک حزب سیاسی هستیم، زیرا از روی فهمیش ما، اعتقاد ما، دانش ما، همون طوری که علمای اسلام، همون طوری که پیامبر اکرم صلوات الله علیه در زندگی در رفتارشون نشان دادن که هیچ انسان، بخصوص باز یک انسان مسلمان، نمیتواند از سیاست جدا باشد، امکان ندارد. پیامبر اکرم یک روز هم از سیاست جدا نبودند. در مکه با اهل قریش مجبور بودند که بحث کنند، مجادله کنند، او را تحریم کردند، او مجبور به هجرت شد. تمام این اعمال سیاسی است، موقع سیاسیش همین بود. چنانه که اهل قریش علیه موقع سیاسی میگرفتند که او را سانکسیا کردند، تحریم کردند، او هم مجبور شد دست به یک اقدام اعتقادی سیاسی بزند، هجرت کرد. به اصطلاح امروزه میگراتسیا یک عمل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی هست. خب ما هم با سیاست مشغولیم، شما هم با سیاست مشغولیم. ما سیاست خودمون رو عملی میکنیم، کوشش میکنیم، باز تکرار میکنم، ما دعوی اون نداریم که ما 100% سیاست اسلامی رو تطبیق کرده ایستادیم. بعضا در یک شرایط قرار میگیرد انسان که نمیتواند، عاجز است که 100% اون سیاست اسلامی رو تطبیق کند، اما حداقل ما تلاش میکنیم تا اون جایی که امکانیت و استطاعت داریم. اما این سیاستی ما هست، سیاستی هست که ما در اساس ارزش‌های خودمان آن را عملی میکنیم. هیچ کس به ما آن را تحمیل نکرده است، نه سازمان ملل، نه امریکا، نه ترکیه، نه ایران، نه اروپا، نه کمیته دین، نه امام علی رحمان، نه کسی دیگر. فقط اعضای حزب و طرفداران حزب به ما این سیاست را، این نقطه نظر را تحمیل میکنن که اون در چارچوبه ارزش‌های دینی و ارزش‌های ملی ما هست. اما شما هم در برابر ما و حتی بیشتر از ما به سیاست مشغول هستید. اما فرق ما و شما در این است که شما وسیله سیاسی هستید، نه سیاستمدار، نه کسی که خودتون در سیاست فاعل هستید. شما مفعول سیاسی هستید، ما فاعل سیاسی هستیم، ما عامل هستیم، ما عمل کننده هستیم، ما اکتیو هستیم. ولی شما پاسیو هستید، شما مفعول هستید. بالای شما و از طریق شما سیاست را تحمیل میکنن. شاید بگید که دلیل چی است؟ دلیل همون ورقه‌های سیاسی که شما با عنوان خطبه نماز جمعه میخونید.
دلیل به همون مجبوریتی که در نزد کامیرا مجبور هستید که سیاست های ضد اسلامی یک حاکم ظالم را باز توجیه کنید، اون را سفید کنید، حتی دلیل پیدا کنید. اینا هم عمل سیاسی هستند و شما هیچ وقت نمیتونید بگید که از سیاست دور هستید، با سیاست آلوده نیستید. همه ما با سیاست آلوده هستیم، اما متاسفانه فرق شما در اون است که شما وسیله و حتی بدتر از این بازیچه سیاسی هستید و شما را همچون وسیله استفاده میبرند. خب بگذار در مسئله های دنیوی استفاده برند، ما اونقدر برای ما دردناک نیست، برای ما اونقدر رنجاننده نیست، اما دل ما میرنجد، ما دلمون درد میکند، دلمون به حال شما میسوزد که شما را در سیاست های ضد دینی هم همچون وسیله استفاده میبرند. استفاده بردن و من میترسم که در آینده هم استفاده خواهم برد. پس آیا وقتی آن نرسیده است که خب یک مراتبه، اونم باز میگم نه به خاطر اعتراض، نه به خاطر تنقید، بگذار با همون چاپلوسی، بگذار با همون خوشامد و تملق، با هر عنوانی که میخواهید متقاعدش کنید که به فایده اش است که این قانون رو امضا نکند. چون اگر این قانون امضا شود، عملی شود، واقعا من از اون میترسم که یک مصیبت بزرگ بالای خواهران و مادران ما خواهد آمد و از همه بدتر. من این نکته را برای شما استادان عزیز، علمای محترم میگویم، اگرچه کلمه محترم نه همه وقت مناسب است در این شب و روزها، اما به هر صورت به خاطر دین مبین اسلام، ببینید چرا امام علی رحمان در همین شب و روزی که در تمام عملیات های به نام تروریستی گویا تاجیکان شرکت دارند، کراکوس سیتی مسکو در اروپا 9 نفر امروز در زندان های اروپا است، در آلمان به خاطر متهم بودن به آماده کردن عملیات تروریستی، در ترکیه 2 یا 3 مرتبه، در ایران 2 مرتبه، در افغانستان حتی رهبر حزب اسلامی افغانستان گلبدین را با ادعای حکومت طالبان در تروری که به نقشه گرفته بودند گویا تاجیکان دست داشتند. هیچ عملیات تروریستی نیست که امروز تاجیکان در آن دست ندارند و دلیل هم چی است؟ تمام کارشناسان، سیاستمداران میگویند که به خاطر آن تاجیکان، جوانان تاجیک به سمت افراطی شوی رفته ایستادند که حکومت امام علی رحمان در داخل کشور محدودیت‌های دینی را 10-15 سال اخیر زیاد کرده است. مردم ناراضی اند، مردم عصبانی شده ایستادند. یک حکومت عاقل، یک حکومتی که حداقل منفعت خودش را درک میکند، میداند، در همین شب و روزی که به این هم جوانان تاجیک از عصبانیت، از ناراحتی دست به چنین عملهای خشونتبار میزنند، چنین یک قانون احمقانه را قبول نخواهد کرد. نه مسیحی، نه یهودی، نه بودایی، نه اتئیست، حداقل اگر عقل داشته باشد این کارو نمیکند. اما چرا امام علی رحمان در چنین شب و روزهای حساس به جای آن که بیاید فشار بالای دین را کمتر کند، پیش روی افراطی شوی را بگیرد، به مردم تاجیک، به جوانان تاجیک بگوید که خب من اشتباه خود را درک کردم، اکنون بیایید، من یگان مشکلی به ریش و به حجاب و به مسجد و به مدرسه شما ندارم، مرحمت آزاد، مثل ترکیه، مثل امارات، مثل مالزیا، مثل کشورهای دیگر اسلامی بروید آزادانه در مسجد عبادت خود را کنید، فقط نه ترک کنید، نکشید، غارت نکنید. اما چرا این کار رو نمیکنند؟ آیا فکر میکنید که امام علی رحمان تا این درجه احمق است، تا این درجه یعنی بی تجربه است که این کار رو نمیکنند؟ بله، اون متاسفانه بعضا احساس میشود که از اون مرزها میگذرد، اما ما و شما باید این رو با تأسف قبول کنیم که او دارد عمدن این کار رو میکند. برای چی عمدن میکند؟ برای آنکه باز شمار بیشتری از مردم تاجیک هم عصبانیتشون بیشتر شود، هم افراطیگری زیاد شود و هم اگر کسی اعتراض کرد و دست به یک اقدام اعتراض آمیز زد، او را اعلان متهم به تروریسم اکستریمیسم کند و خودش را در پیش چشم جامعه جهانی همچون یک مبارز سرسختی علیه تروریسم و اکستریمیسم دینی نشان بدهد و این کار را با دست شما انجام خواهد داد و شما از منبر و در مدرسه و مساجد باز این سیاست های هم ضد دینی و هم ضد انسانی و هم ضد ملی او را
هم تبریه خواهید کرد، توجیه خواهید کرد، سفید خواهید کرد و خودتان تبدیل میشوید به یک تبلیغاتچی، به یک پروپاگاندیستی سیاست‌های ضد دینی. خب حداقل این رو درک کنید. حداقل در این موضوع بیاید یک مراتبه هم با خودتان، هم با هر شکلی که میگویید با همون بیورو یا که شعبه تبلیغاتی KPSS، شعبه پروپاگاندا که امروز با نام کمیته دین معروف است، با اون سلیمان دولتوف بفهمونید، با امام علی رحمان بفهمونید که در نهایت کار این سیاست هم بر ضرر ملت است، بر ضرر ملت و دین که 100% است، اما در نهایت کار بر ضرر خود امام علی رحمان، بر ضرر سلیمان دولتوف و بر ضرر یکایک شما امام خطیبان و مدرسان و مؤذنان و استادان دانشگاه ها و مدرسه های دینی می باشد. اگر فهمیدید، اگر درک کردید و اگر این صحبت های برادرانه ما رو، همچنین یک برادری کوچکتان که از شما هم کمتر سواد دارم، از اکثر شما شاید کمتر سن و سال داشته باشم، کمتر تجربه دارم، اما مسئولیت خودم میدانم که امروز این حرفا رو بگم، چون هم ملت، هم دین و هم ما و شما در معرض یک خطر بزرگ قرار داریم. اگر این رو من امروز نگویم، پس مسئولیت خود را در نزد وجدانم، ایمانم، ملتم و دین خودم انجام ندادم. خداوند نگهبانتان باشد و امیدوارم که دیگر هیچ بهانه پیش نخواهد آمد که من با شما با این لحن و با این شکل صحبت کرده باشم و کوشش میکنیم و امیدواریم که صحبت‌های آینده ما و شما در موضوعهای مثبت به خاطر پیشرفت ملت، به خاطر پیشرفت دین و کشور عزیزمان باشد. خداوند نگهبانتون باشد.